انسان خودش بخواد محک بزنه محک خوبی ها، یعنی قرآن رو برداره بخونه میبینی هر آیه که میاد اصلا فرق نمیکنه. آیه در مثلا لذت‌های بهشتی رو بیان میکنه، عذاب‌های جهنم رو بیان میکنه، آیه از حب خدا داره میگه، اصلا همه رو میخونیم هیچ فرقی برای ما نمیکنه، فرق نمیکنه. چرا فرق نمیکنه؟ قلب بسته است، همه رو یک جور لفظ که میشنویم ما لفظه. الان چطوری میشه مثلا شما فرض کنید که یک زندانی مثلا یک قتلی انجام داده، الان تو منتظره که حکمش بیاد، خیلی هم منتظره دیگه. حالا در چه وحشتی به سر آیا میبخشنش، اولیاء آدم میبخشنش یا نه قصاص رو میخوان؟ این منتظره. حالا بعد فرض کنید که میخوان اینو احضارش میکنن که حکم رو براش ابلاغ کنن، این چه حالی داره؟ خب الان اگر آمدن برای این گفتن که تو باید اعدام بشی، این چه حالی پیدا میکنه؟ چه وحشتی، چه ترسی، چه اضطرابی. برعکس بگن تو رو بخشیدن، چقدر خوشحال میشه، چه انبساطی پیدا میکنه، میخواد همونجا بپره به آسمون. ببین چرا؟ به خاطر این که اون فنا را و بقا را، اون عذاب اعدام را و لذت بخشش را این خوب با قلبش میتونه بچشه. ولی چجوریه که وقتی مثلا قرآن داره میگه ما شما رو عذاب میکنیم، یه جا میگه خدا غفور میبخشه شما رو، هیچ فرقی نمیکنه. بالاخره یک راهی است که باید بریم دیگه. ما هممون هم که اینجا نشستیم بالاخره گناه هم که تا جایی که دلمون بخواد داشتیم، غفلت داشتیم، لهو و لعب داشتیم دیگه. کی میخواد بگه من بی گناهم؟ چطوریه که الان وقتی که قرآن آیات عذاب که خداوند از مجرمین انتقام میگیره، خداوند نمیدونم در جهنم سلاسل و اغلال، و اونجا هم که میگه خداوند غفور عسى الله ان یعفو عنه، خدا میبخشه، فرق نمیکنه برای ما. چرا یک مجرمی که قتل کرد، یک گناهی کرده، برایش فرق میکنه که الان بگن تو را بخشیدن یا بگن تو رو میخوان اعدامت کنن؟ اما برای ما فرق نمیکنه. این آقا مریضی قلب ها، اینا دلالت بر بسته بودن قلب میکنه. یعنی خدا میدونه اگر کسی قلبش باز باشه یه صفحه قرآن رو تا نصفه نمیتونه بخونه، حالت ها عوض میشه، انقلاب های شدید درونی ایجاد میشه. اینا همش که همچین راحتی ما خیلی راحت قرآن رو میخونیم، راحت نمیدونم کلمات بزرگان رو میشنویم، ولی اصلا به هیچ وجه فرق نمیکنه برای